پشت ساعت در پشت همون ساعت کلان در خیابان ابراهیم خلیل در 3 کیلومتری کعبه قرار گرفتگی است. خب هر لحظه به ایست از دستینیسا میلینیوم تا بیت الله الحرام اتوبوس میاره میبره. خب ما وقتی که رفتیم رسیدیم هر کس میتونه یا که یک حاجی میگیره با دیگرو تقسیم کنه اول ویزیتکای عمره را با گرفتن کلیدها همو آدمایی که کی یعنی با گروپ خودمون زنها 12 نفر شدگیان با 12 با 3 کامنتا و دیگرو چه خیلی که بودن همو خیلی جو با جو میشوند کلیدهاشون همو خیلی دستشون میتیم و با گرفتن کلیدها و جو با جو کردن بارهایمون پایان میفرویم و نماز عشا رو میخونیم، نماز خفتن رو میخونیم با جماعت. و بعد نماز عشا فقط مردها، زنها که در این سفر طولانی اومدگیان مونده شدگیان آنها به خاطر که بین آنها ناتوانا هم است شب استراحت میکنن. خب بعد برآمدن آفتاب ان شاء الله هر دو گروه اول و دوم زنها را یک جایه بعد برآمدن آفتاب پگاش میگیریم طواف میبریم. برای همینم در اختیاران یعنی اگر کسی که نه بگم میرم میتونه که برود. برای خاطر این یک پیشنهاد برای خاطر اصلاح یا اینکه خوب گذشتن عمره ما. خب بعد از خواندن نماز عشا مردا لبیک گویان ان همین 3 کیلومتر پیاده تا کعبه تا کعبه الله می آییم و در نزد مسجد الحرام تلبیه گویی را ختم میکنیم. خب و اولین کاری که ما میکنیم خب اینجا چیزی دیگه فراموش نشده باشه. اولین کاری که ما میکنیم با رسیدن با حرم الله با مسجد الحرام از بابی سلام اگر نتونستیم او راه محکم باشد از باب ملک عبدالعزیز داخل میشویم با خواندن دعای اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. خب بعد داخل کشیدیم از دری بیت الله. اولین چیزی که نظر ما به سوی اون چیز میرسد بیت الله است. از مسجد که داخل شدیم بیت الله هم میبینیم یعنی خانه خدا را و در آنجا میستیم دعای اللهم زد هذا البيت تشریفا و تعظیما و تکریما و برا. خوب در واتساپ گروه برای همه با طرز خطی ارسال شدگی است دعا و به طرز لفظی در همونجا در جماعت بلند ما میخونمش کسی که نمیدونه قفوش میخونم. بعد از آن حرکت میکنیم با پایان چی میفرویم با صحن بیت الله برای آغاز نمودن طواف. خب چون به راستی رکن کعبه یعنی حجر الاسود رسیدیم در طرف چپ ما خانه خدا میماند و طرف راست ما چراغک سبزی که علامت آغاز طواف است و با برداشتن دستامون به سوی همو حجر الاسود میگوییم که بسم الله الله اکبر اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک صلی الله علیه و سلم. کسانی که نمیدونن کفایه میکند بگن که
بسم الله الله اکبر. خوب، با آغاز کردن دور اولی طواف هممون ما در برای مردو فقط گپ زده شدیم، زنو را اگه سیستم نه آوردیم. یعنی ما در حالتی هستیم که همراه هممون مردو هستیم. کتفای راستمون از احرام خالی میکنیم، یعنی کتف راست کشوده میشود و کتف چپ پوشیده. همین احرام به تگ کتف راست گذرانده میشود. و سه دور اول رو با حرکت یک کمی به سرعت تر که این رو رمل میگویند و با کشوده نمودن کتف راست که این رو استباع میگویند و هر دو اینها سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستند، سه دور رو انجام میدهیم. در هر رکن از رکنهای کعبه چی دعای را بخونید درست است. خوب، اما در رکن یمانی اجماع بر این است که دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار را بخوانیم. دور سوم چون تمام شد در راست حجر الاسود، خب یگان کس برادران هیچگاه در وقت طواف فرضی که این دویم فرض است و به همین قطعی گفتیم که اگر فرض نقص پیدا کرد یا اینکه ادا نیافت، عمره درست نمی شود. طواف آنچه را میگویند که در گرد خانه دور میزنی و خانه را در طرف دست چپ خود قرار میدهی. اگر کسی دونوگی کرد، شستریگی کرد، دوید به سر قپیدن دیوال کعبه یا اینکه بوسه زدن هم یگان جا هست خیلی آدم ها هر سال، با وجود آن که با زبان فصیح و واضح برای شما بیان میکنیم، رفت قپید اون دورش حساب نمی شود. طواف فرض دویم عمره است. طواف آنچه را میگویند که عبارت از 7 دور است و هر یک دورش باید که کعبه در طرف دست چپ تو باشد و تو در طرف راست کعبه. اگر رو تا روی کعبه کردی یا اینکه تو خوردی یا اینکه حرکت یک چند مقدار رو طرف همو چی کردی، اون طواف ناقص است، طواف حساب نمیخورد و با کمبودی طواف با کمبودی دور طوافت نیز ناقص می شود. برای همین هم یگان کس حرکت دویدن قپیدن دیوار بیت الله یا اینکه بوسه کردن حجر الاسود را در طواف فرضیمون نکند، به خاطر که باید که این طواف ما که طواف فرضی است باید صحت انجام بیابد. خب بعد اتمام دور سوم که ما با سرعت و با کشودن کتف راستمان کرده بودیم در پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، دور چهارم آغاز می‌یابد با پوشیدن کتف راست و آهسته آهسته حرکت کردن، یعنی به همون قدم گذاری عادیه که دائما راه میگردی، دائما به همون قدم میمونی. خب 4 دور دیگر دور میزنیم و با تمام کردن دور هفتم طواف ما خاتمه مییابد، انجام میرسه و حرکت میکنیم به پشت مقام ابراهیم. در پشت مقام ابراهیم کجا را میگن؟ هر موضعی که تو قرار گرفتی و بین تو و خانه، یعنی خانه خدا مقام باشد، انا همون جا پشت مقام ابراهیم نامیده می شود. اگرچنده چی مسافه دور باشد، اما غیر اینه که بین تو و بین خانه خدا مقام نباشد، اینجا را پشت مقام ابراهیم نمیگویند. و خواندن نماز طواف، نه اینکه نماز مقام ابراهیم، این نماز نامش نماز طواف است. نماز طواف گزاریده می شود در پشت مقام ابراهیم. با گذاشتن 2 رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم در نیت میکنی، اگر بگوی الله اکبر درست است،
نه اینکه درست است، بهتر است. اگر بگوی نیت کردم میذارم 2 رکعت نماز طواف درست است، با الله اکبر بعد سبحانك اللهم الحمد، بعد الحمد در رکعت اول قل یا ایها الکافرون خونده می شود و در بعد رکوع و 2 سجده و خیستن بر رکعت دوم، در رکعت دوم بعد از الحمد یعنی زم سوره خونده می شود سوره اخلاص، قل هو الله احد. بعد از این به طرف زمزم میریم. خب زمزم موقع است که از مثل بعد پیروتو بگه میآید، عادتا بعد پیروتوی اول و دیوم یا که سیمش آبی گرمن، اون سرد نیستن. برای همین وقتی که ما حرکت زیاد کردگیم و عضوهای درونی ما تسپان هستند، نوشیدن آب سرد زمزم و ارگانیسم انسان شاید که سبب محکم شدن آواز یا گلودر شود. برای همین هم اول میخوریم از آب گرم یک چند استکان اول چگونه خورده می شود؟ با یک نفس یک قرت باز نفس میکشی، با نفس دوم قرت، با نفس سوم چی مقداری که میخواهی میتونی خوردن میگیری. سنت رسول صلی الله علیه و سلم در طرز خوردن آب زمزم. با نوشیدن آب زمزم بعد آن دعا میخونی اللهم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء. به همین حرکت میکنیم. اگر کسانی که در طواف گم شدگی باشند از همین جا خواهش کرده می شود که به زیر چراغک سبز که در مقابل حجر الاسود است، یعنی در رو بروی حجر الاسود است، می روند و در زیر همون چراغک سبز میستند. ما بعد نوشیدن آب زمزم من همچون راه بلد به سراغ آنها میرم در زیر چراغک سبز و اگر طوافشون رو تمام نکرده باشند طوافشون میکنیم تا بعد خواندن نماز طوافشون پشت مقام ابراهیم با جای زمزم میاریمشه و همگی حرکت میکنیم و رفتن به سوی کوه صفا. خب در رفتن به کوه صفا سنت است اینکه بخونی بگویی که ابدأ بما بدأ الله، یعنی آغاز میکنم با اون چیزی که الله سبحانه و تعالی آغاز کرده است. و آغاز الله سبحانه و تعالی در کلام الله ان الصفا والمروه من شعائر الله. برای همین از اول صفا آمده است، دوم مروه. برای همین آغاز سعی ما در صفا و مروه از کوی صفا سر می شود. خب بعدی بالای کوی صفا بر آمدن رو به سوی بیت الله میکنیم و این دعا رو میخونیم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو على كل شیء قدیر. لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. و از کوی صفا، از بالای کوی صفا پایان میشویم و بعد کمی حرکت کردن یک 10 متر در بالامون چراغک‌های سبزند. انا همون مکان را در اصطلاح شرعی هروله مینامند و در همون مقام مردها با سرعت میدوند اما زنها یک کمی حرکتشون رو تیز میکنند. خب ما فقط مردو که هستیم با سرعت میدویم به سوی مروه می رویم. در بالای کوه مروه بر آمده با برداشتن دستها و رو به سوی کعبت الله دعایی، انا همون دعایی که در صفا خونده بودیم انا همون دعا رو در مروه می خونیم. این می شود یک سعی.
میگردیم میاییم دوتا میشویم میریم سه به مروه میاییم به صفا چهارتا میریم به مروه پنجتا میاییم به صفا ششتا میریم. در همه رفت و آمدها دعا است. در حرکت بین صفا و مروه ذکر و تسبیح و تمحید، یعنی الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله است. و بر رفتن به مروه این دور هفتم می شود، یعنی حرکت هفتم. و با برداشتن دستها با خواندن انا همون دعای لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو على كل شیء قدیر لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. به همین هممون با هممون خیلی جمع دست جمعانه حرکت میکنیم به سوی وقف ملک عبدالعزیز، یعنی بگیم انا همون تردوی سنتره که ساعت دارد. در سوکل ایتاج وقف عبدالعزیز پرگ مخرو هستن. در همونجا سرمونه میتروشیم با پرداختی 4 یا اینکه 5 ریال. خوب انگشتان خود را نظر کنیم که عبارت از 3 حصه هستند. یعنی انگشت سو اگر حصه اول بگیریم، اگر موی سری کسی از زمین پست باشد باید که با تیغ بتراشد، اگر از زمین بلند باشد میتواند که با ماشینه بتراشد. خوب واضح و صریح بیان کردیم براتون. دیگه با تراشیدن سر ما عمرهمان را به کلی تمام میکنیم و حق داریم که از احرام برایم. انا بعد حق دارید که یک دیگر را تبریک بگوید، چون که عبادت حجی را به اتمام رساندید. خوب اگر برادران خوب اهمیت بدهند، اگر چیزی که نافهم شد در اونجا یگان کس حساب نکنه که چند دور است، آواز بلند نکنه که 2 شید 3 شید یا خیلی نره، فقط ذکر کرده، تسبیح گفته، دعا خونده طوافتون بکنید. حسابی دور طواف که یکم است یا دوم است یا چهارم یا پنجم در گردن من است، همچون را بلد من حساب میکنم بگم که چند تا شید. و به همین با گسیسه میریم، در گسیسه استراحت میکنیم. اگر با بومداد بر وقتر باشد استراحت با در گسیسه میریم. هر کس من ویزیتکا گرفتگیم، چی برای پیاده چی برای با تاکسی سوار شدن، برای که ما از پیاده آمدگیم نمیدونیم که اتوبوس میلینیوم گسیسه میلینیوم با گجورا میآید و میریم. بعد از اتوبوس برآمدن زنها را میگیریم در اتوبوس با بیت الله میاریم. انا همین گونه که گفتیم، انا همین گونه همراه آنها کسانی که با میخواهند کمک بکنن و در کمک کردنشان باز یک طواف نفلی را ادا میکنن و صاحب اجر بزرگ میشوند، میتونن که در این طواف کردن، در کمک کردن زنها در طوافشان، در ادای مناسک عمرهشان کمک بکنن. گفتیم که مقصد از اینجا بودن دست گیری کردن و کمک کردن یکدیگر است و هر بنده که در کمک بنده برادرش باشد الله تعالی در کمک اون بنده می شود. خب بعد این با گسیسه که رفتیم، زنان را با توسط اتوبوس گرفتیم با گسیسه را که بردیم، به همین عمره فرضی ما تمام می شود. زنها مردایی که محرماشونن یا مادراشونن یا زناشونن از موی سرشون خوبتر است که از همه جای موی سرشون یا اندک مثل گفتیم که اما یک جزء از سیکی از همین انگشت از همین جا میگیرن. به همین قطعی احرام اینا هم تمام می شود و فرضی عمره اینا هم تمام می شود و دیم فرضیش هم ادا می یابد. میتونن یا دیگریش در اتمام عبادتی یا مناسک عمرهشان تبریک بکنن. با گسیسه میریم و گسیسه ما زفتری داره، اوژن داره. ای همیست رفتن وقتی که رسیدیم اوژن داره. میتونه کسی که حق داره اوژنش در لیفت داخل میشه،
کنوکه ام انگلیسی می توجیکی منصور محمود انمی میره میجقی برای با سالومی را میبرد خب سالومیش هم میریم بعد یک جا میبینیم ما هم برای اول از در میلینیوم میریم سالومی را میبینیم انشاءالله اگر کسی بخواهد میخریم ممکن شاید مردم بخورن بعد بروند طواف خب هر کس اختیار دارد خلاصه که حق حلال شما است که اوژن بکنید حق حلال شما است که زفت بکنید خب بعد این دیگه هر کس خودش در اتوبوس سوار می شود تا حرم می آید همراهش ویزیتکای چینا داشته باشد راهی اومدگیش نگاه بکند رقم اتوبوس صورت بگیرد نگاهش بکند و بیاید در وقت زیاد شد نه در گستیسه بلکه در حرم الله بگذراند و همه جای حرم الله بگرده تماشا کند نظر کردن به سوی بیت الله عبادت است نظر کردن به یگان عمل کردن یعنی نه حرکت میکنی نه رکوع میکنی نه سجده میکنی و بوری یک تربه یک چیز در تکیه میزنی و دو نظر تا طرف بیت الله میکنی فقط نظر میکنی میسی انا همین نظر کردن در نامه اعمال شما عبادت نویسنده میشود اگر کسی که طواف بکند به همون لباسی که دیگر اون لباس احرام نیست اون طواف نفلی است میتوند از جای کسی دیگر نیت بکند یگان عمل خیر بکند طواف بکند خب انا همون طوافش بهتر از 100 رکعت یا که چند هزار رکعت نماز نفلی است چون که طواف نماز است اما در آن سخن جایز است برای همین طواف کردن بهتر از نفل خواندن است خب دیگه هر کس مدتی که هست می آید و در چند روزی که هستیم انشاءالله در دستینس وایفای داریم توسط واتساپ در 1441 همه معلومات را ارسال میکنیم و کسی که چی یگان سوال شود میتونه در همو 1441 خبر کند و جواب سوال به منفعت همه کس میشود و انشاءالله ثواب هم میگیرد در پشت همون ساعت کلان در خیابان ابراهیم خلیل در 3 کیلومتری کعبه قرار گرفتگی است خب هر لحظه به ایست از دستینیسا میلینیوم تا بیت الله الحرام اتوبوس میاره میبره خب ما وقتی که رفتیم رسیدیم هر کس میتونه یا که یک حاجی میگیره با دیگرو تقسیم کنه اول ویزیتکای عمره را با گرفتن کلیدها همو آدمایی که کی یعنی با گروپ خودمون زنها 12 نفر شدگیان با 12 با 3 کامنتا و دیگرو چه خیلی که بودن همو خیلی جو با جو میشوند کلیدهاشون هم خیلی دستشون میتیم و با گرفتن کلیدها و جو با جو کردن بارهایمون پایان میفرویم و نماز عشا را میخونیم نماز خفتن را میخونیم با جماعت و بعد نماز عشا فقط مردها زنها که در این سفر طولانی اومدگیان مونده شدگیان آنها به خاطر که بین آنها ناتوانا هم است شب استراحت میکنن خب بعد برآمدن آفتاب انشاءالله هر دو گروه اول و دوم زنها را یک جایه بعد برآمدن آفتاب پگاش میگیریم طواف میبریم برای همینم در اختیاران یعنی اگر کسی که نه بگم میرم میتونه که برود برای خاطر این یک پیشنهاد برای خاطر اصلاح یا اینکه خوب گذشتن عمره ما خب بعد از خواندن نماز عشا مردا لبیک گویان ان همین 3 کیلومتر پیاده تا کعبه الله می آییم
و در نزد مسجد الحرام تلبیه گویی رو قطع میکنیم. خب و اولین کاری که ما میکنیم، خب اینجا چیزی دیگه فراموش نشده باشه. اولین کاری که ما میکنیم با رسیدن به حرم الله، به مسجد الحرام، از بابی سلام اگر نتونستیم او راه محکم باشد از باب ملک عبدالعزیز داخل میشویم با خواندن دعای اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک. خب بعد داخل کشیدیم از دری بیت الله. اولین چیزی که نظر ما به سوی اون چیز میرسد بیت الله هست. از مسجد که داخل شدیم بیت الله هم میبینیم، یعنی خانه خدا را. و در آنجا میستیم دعای اللهم زد هذا البيت تشریفا و تعظیما و تکریما و برا. خوب در واتساپ گروه برای همه به طرز خطی ارسال شدگی است دعا و به طرز لفظی در همونجا در جماعت بلند ما میخونمش، کسی که نمیدونه قفوش میخونم. بعد از اون حرکت میکنیم با پایون چی میفرویم با صحن بیت الله برای آغاز نمودن طواف. خب چون به راستی رکنی کعبه یعنی حجر الاسود رسیدیم، در طرف چپی ما خانه خدا میماند و طرف راست ما چراغک سبزی که علامت آغاز طواف است. و با برداشتن دستامون به سوی همو حجر الاسود میگوییم که بسم الله الله اکبر اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک صلی الله علیه و سلم. کسانی که نمیدونن کفایه میکند بگن که بسم الله الله اکبر. خوب با آغاز کردن دور اولی طواف هممون ما در برای مردو فقط گپ زده شدیم، زنو را اگه سیصد نه آوردیم، یعنی ما در حالتی هستیم که همراه هممون مردو هستیم. کتفای راستمون از احرام خالی میکنیم، یعنی کتف راست کشوده میشود و کتف چپ پوشیده. همین احرام به تگ کتف راست گذرانده میشود. و سه دور اول رو با حرکت یک کمی به سرعت تر که این رو رمل میگویند و با کشوده نمودن کتف راست که این رو استباع میگویند و هر دو اینها سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستند، سه دور رو انجام میدهیم. در هر رکن از رکنهای کعبه چی دعای را بخونید درست است. خب اما در رکن یمانی اجماع بر این است که دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار را بخوانیم. دور سوم چون تمام شد در راست حجر الاسود، خب یگان کس برادران هیچگاه در وقت طواف فرضی که این دویم فرض است و به همین قطعی گفتیم که اگر فرض نقص پیدا کرد یا اینکه ادا نیافت عمره درست نمی شود. طواف آن چی را میگویند که در گرد خانه دور میزنی و خانه را در طرف دست چپ خود قرار میدهی. اگر کسی دونوگی کرد، شستریگی کرد، دوید به سر قپیدن دیوال کعبه یا اینکه بوسه زدن هم یگانجا هست خیلی آدم ها هر سال با وجود آن که با زبان فصیح و واضح برای شما بیان میکنیم رفت قپید اون دورش حساب نمی شود. طواف فرض دویمی
عمره است. طواف آن چی رو میگویند که عبارت از 7 دور است و هر یک دورش باید که کعبه در طرف دست چپ تو باشد و تو در طرف راست کعبه. اگر رو تا روی کعبه کردی یا اینکه تو خوردی یا اینکه حرکت یک چند مقدار رو طرف همو چی کردی، اون طواف ناقص است، طواف حساب نمیخورد و با کمبودی طواف با کمبودی دور طوافت نیز ناقص می شود. برای همین هم یگان کس حرکت دویدن قپیدن دیوار بیت الله یا اینکه بوسه کردن حجر الاسود را در طواف فرضیمون نکند، به خاطر که باید که این طواف ما که طواف فرضی است باید صحت انجام بیابد. خب بعد اتمام دور سوم که ما با سرعت و با کشودن کتفی راستمان کرده بودیم در پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، دور چهارم آغاز می‌یابد با پوشیدن کتف راست و آهسته آهسته حرکت کردن، یعنی به همون قدم گذاری عادیه که دائما راه میگردی، دائما به همون قدم میمونی. خب 4 دور دیگر دور میزنیم و با تمام کردن دور هفتم طواف ما خاتمه مییابد، انجام میرسه و حرکت میکنیم به پشت مقام ابراهیم. در پشت مقام ابراهیم کجا را میگن؟ هر موضعی که تو قرار گرفتی و بین تو و خانه، یعنی خانه خدا مقام باشد، انا همون جا پشت مقام ابراهیم نامیده می شود، اگرچند چی مسافه دور باشد. اما غیر اینه که بین تو و بین خانه خدا مقام نباشد، اینجا رو پشت مقام ابراهیم نمیگویند. و خواندن نماز طواف، نه اینکه نماز مقام ابراهیم، این نماز نامش نماز طواف است. نماز طواف گزاریده می شود در پشت مقام ابراهیم. با گذاشتن 2 رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم در نیت میکنی. اگر بگوی الله اکبر درست است، نه اینکه درست است، بهتر است. اگر بگوی نیت کرده میذارم 2 رکعت نماز طواف درست است، با الله اکبر بعد سبحانك اللهم الحمد، بعد الحمد در رکعت اول قل یا ایها الکافرون خونده می شود و در بعد رکوع و 2 سجده و خیستن بر رکعت دوم، در رکعت دوم بعد از الحمد یعنی زم سوره خونده می شود سوره اخلاص، قل هو الله احد. بعد از این به طرف زمزم میریم. خب زمزم موقع است که از مثل بعد پیروتو بگه میآید، عادتاً بعد پیروتوی اول و دیوم یا که سیمش آبی گرمن، یعنی سرد نیستن. برای همین وقتی که ما حرکت زیاد کردگیم و عضوهای درونی ما تسپان هستند، نوشیدن آب سرد زمزم و ارگانیسم انسان شاید که سبب محکم شدن آواز یا گلودر شود. برای همین هم اول میخوریم از آب گرم یک چند استکان اول چگونه خورده می شود؟ با یک نفس یک قرت باز نفس میکشی، با نفس دوم قرت، با نفس سوم چی مقداری که میخواهی میتونی خوردن میگیری. سنت رسول صلی الله علیه و سلم در طرز خوردن آب زمزم. با نوشیدن آب زمزم بعد آن دعا میخوانی اللهم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء. به همین حرکت میکنیم. اگر کسانی که در طواف گم شدگی باشند
از همین جا خواهش کرده می شود که به زیر چراغک سبز که در مقابل حجر الاسود است، یعنی در رو بروی حجر الاسود است می روند و در زیر همون چراغک سبز میستند. ما بعد نوشیدن آب زمزم من همچون راه بلد به سراغ آنها میرم در زیر چراغک سبز و اگر طوافشون رو تمام نکرده باشند طوافشون میکنیم تا بعد خواندن نماز طوافشون پشت مقام ابراهیم با جای زمزم میاریمش و همگی حرکت میکنیم و رفتن به سوی کوه صفا. خب در رفتن به کوه صفا سنت است اینکه بخونی بگویی که ابدأ بما بدأ الله، یعنی آغاز میکنم با اون چیزی که الله سبحانه و تعالی آغاز کرده است و آغاز الله سبحانه و تعالی در کلام الله ان الصفا والمروه من شعائر الله. برای همین از اول صفا آمده است، دوم مروه. برای همین آغاز سعی ما در صفا و مروه از کوی صفا سر می شود. خب بعدی بالای کوی صفا بر آمدن رو به سوی بیت الله میکنیم و این دعا رو میخونیم: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو على كل شیء قدیر. لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. و از کوی صفا، از بالای کوی صفا پایان میشویم و بعد کمی حرکت کردن یک 10 متر در بالامون چراغک‌های سبزند. انا همون مکان را در اصطلاح شرعی هروله مینامند و در همون مقام مردها با سرعت میدوند اما زنها یک کمی حرکتشون رو تیز میکنند. خب ما فقط مردو که هستیم با سرعت میدویم به سوی مروه میرویم. در بالای کوه مروه برآمده با برداشتن دستها و رو به سوی کعبة الله دعایی، انا همون دعایی که در صفا خونده بودیم انا همون دعا رو در مروه میخونیم. این میشود یک سعی. میگردیم میاییم 2 تا میشویم، میریم 3 تا به مروه، میاییم به صفا 4 تا، میریم به مروه 5 تا، میاییم به صفا 6 تا، میریم. در همه رفت و آمدها دعا است. در حرکت بین صفا و مروه ذکر و تسبیح و تمحید، یعنی الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله است. و بر رفتن به مروه این دور هفتم می شود، یعنی حرکت هفتم. و با برداشتن دستها با خواندن انا همون دعای لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو على كل شیء قدیر. لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. به همین هممون با هممون خیلی جمع دست جمعانه حرکت میکنیم به سوی وقف ملک عبدالعزیز، یعنی بگیم انا همون تردوی سنتره که ساعت دارد. در سوکل اتاج وقف عبدالعزیز پرگ مخرو هستن، در همونجا سرمونه میتروشیم با پرداختی 4 یا اینکه 5 ریال. خب انگشتان خود را نظر کنیم که عبارت از 3 حصه هستند. یعنی انگشت سو اگر حصه اول بگیریم، اگر موی سر کسی از زمین پست باشد باید که با تیغ بتراشد، اگر از زمین بلند باشد میتواند که با ماشینه بتراشد. خب واضح و صریح بود بیان کردیم براتون. دیگه با تراشیدن سر ما عمرهمان رو با کلی تمام میکنیم و حق داریم که از احرام برایم. انا بعد حق دارید که یک دیگر رو تبریک بگوید، چون که عبادت حجی رو به اتمام رسوندید. خب اگر برادران خوب اهمیت بدهند، اگر چیزی که نافهم شد در اونجا یگان کس حساب نکنه که چند دور است،
آوازش بلند نکنه که دوشید سوشید یا خیلی نره، فقط ذکر کرده، تسبیح گفته، دعا خونده طوافتون بکنید. حسابی دوری طواف که یکم است یا دوم است یا چهارم یا پنجم در گردن من است، همچون را بلند من حساب میکنم بگم که چند تا شش. خب به همین با گسنیسه میریم، در گسنیسه استراحت میکنیم. اگر با بامداد بر وقتر باشد استراحت با در گسنیسه میریم. هر کس من ویزیتکا گرفتگیم، چی برای پیاده چی برای با تاکسی سوار شدن، برای که ما از پیاده آمدگیم نمیدونیم که اتوبوس میلینیوم گسنیسه میلینیوم با گجورا میآید و میریم. بعد از اتوبوس برآمدن زنها را میگیریم در اتوبوس با بیت الله میاریم. انا همین گونه که گفتیم، انا همین گونه همراه آنها کسانی که با میخواهند کمک بکنن و در کمک کردنشان باز یک طواف نفلی را ادا میکنن و صاحب اجر بزرگ میشوند، میتونن که در این طواف کردن، در کمک کردن زنها در طوافشان، در ادای مناسک عمرهشان کمک بکنن. گفتیم که مقصد از اینجا بودن دست گیری کردن و کمک کردن یکدیگر است و هر بنده که در کمک بنده برادرش باشد، الله تعالی در کمک اون بنده می شود. خب بعد این با گسنیسه که رفتیم، زنان را با توسط اتوبوس گرفتیم با گسنیسه را که بردیم، به همین عمره فرضی ما تمام می شود. زنها مردایی که محرماشونن یا مادراشونن یا زناشونن، از موی سرشون خوبتر است که از همه جای موی سرشون یا اندک مثل گفتیم که اما یک جزء از سیک از همین انگشت از همین جا میگیرن، به همین قطعی احرام اینا هم تمام می شود و فرضی عمره اینا هم تمام می شود و دیم فرضیش هم ادا می یابد. میتونن یا دیگریش در اتمام عبادتی یا مناسک عمرهشون تبریک بکنن. با گسنیسه میریم و گسنیسه ما زفترک داره، اوژن داره. ای همیست رفتن وقتی که رسیدیم اوژن داره. میتونه کسی که حق داره اوژنش در لیفت داخل میشه، کنوپکه ام انگلیسی می توجیکی منصور محمود انمی میره میجخی برای با سالومی را میبرد. خب سالومیش هم میریم، بعد یک جا میبینیم ما هم برای اول از در میلینیوم میریم سالومی را میبینیم. انشاءالله اگر کسی بخواهد میخریم، ممکن شاید مردم بخورن بعد بروند طواف. خب هر کس اختیار دارد، خلاصه که حق حلال شما است که اوژن بکنید، حق حلال شما است که زفترک بکنید. خب بعد این دیگه هر کس خودش در اتوبوس سوار می شود تا حرم می آید، همراهش ویزیتکای چینا داشته باشد، راهی اومدگیش نگاه بکند، رقم اتوبوس از صورت بگیرد، نگاهش بکند و بیاید در وقت زیاد شد نه در گسنیسه بلکه در حرم الله بگذرانه و همه جای حرم الله بگرده تماشا کند. نظر کردن به سوی بیت الله عبادت است. نظر کردن به یگان عمل کردن، یعنی نه حرکت میکنی، نه رکوع میکنی، نه سجده میکنی و بوری یک تربه یک چیز در تکیه میزنی و دو نظر تا طرف بیت الله میکنی، فقط نظر میکنی میسی. انا همین نظر کردن در نامه اعمال شما عبادت نویسنده میشود. اگر کسی که طواف بکند به همون لباسی که دیگر اون لباس احرام نیست، اون طواف نفلی است، میتوند از جای کسی دیگر نیت بکند، یگان عمل خیر بکند، طواف بکند. خب انا همون طوافش بهتر از 100 رکعت یا که چند هزار رکعت نماز نفلی است، چون که طواف نماز است اما در آن سخن جایز است. برای همین طواف کردن بهتر از نفل خواندن است. خب دیگه هر کس مدتی که هستیم میآید و در چند روزی که هستیم انشاءالله در گستینس وای فای داریم توسط
WhatsApp дар 1441 ҳамаи маълумотро ирсол мекунем. касе ки чӣ ягон саволе шавад метавонад дар ҳамон 1441 хабар кунад ва ҷавоби савол ба манфиати ҳама кас мешавад ва иншоаллоҳ савобам мегирад. بعد تسلیم عمل بد شاید مورد عفو خداوند قرار بگیره یا اینکه روزی میشود که این بدکاری شود یا اینکه این راهی کجش روزی میشود برمیگردد. اما گمراه کسی است که ادعا و زعم میکنه که در راه حق باشد یا که در راه راست باشد. برای همین پناه بطلبیم از خداوند، چون که در بزرگترین نعمت خداوند وقت هدایت الله است، در ضد هدایت الله تعالی در مقابل همین کلمه گمراهی نیست. برای همین هم گمراهی بزرگتر از کجراهی بدراهی است. ما همیشه از پروردگار طلب بکنیم که خداوند ما را در گمراهی قرار ندهد. برای همین هم حتی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیش پروردگار که پروردگار ما را راه باطل و راه حق نشان بده و نصیبمون بگردون که در آن راه باشیم و راه باطل نشان بده و نصیبمون بگردون که از آن راه دور باشیم. ما هم در پیروی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که الله در کتاب خودش رضایت خودش را بر بالای آنها اعلان کرده است، با امید که پروردگار از ما راضی باشد، از الله تعالی همین دعا را میکنیم که پروردگار ما را نصیب هدایت خودش بکند، پروردگار ما را نصیب دور شدن از گمراهی بکند، پروردگار ما را راست نشان بدهد و باطل نشان بدهد و نصیبمون بگرداند که ما در راه راست پروردگار باشیم و نصیبمون بگرداند که از راه باطل دور باشیم. آغاز اولین سخن ماست با الحمدلله رب العالمین. با الحمدلله رب العالمین یعنی که با الحمدلله است در هر صورت. اولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بسم الله سخن آغاز کرده است، اما هیچگاه به الحمدلله سخن آغاز نکرده است. الحمدلله کلمه است که اولین کلمه است که جای اول را در کتاب مقدس الله جا گرفته است. یعنی کتاب الله تعالی به الحمدلله آغاز و شروع نمیشد. برای همین موقعی که الحمدلله در کتاب مقدس دارد، یعنی در قرآن داده است، اولترین و نخستین جا است. الحمدلله کلمه است که الله تعالی وقتی که آدم بابای ما را آفرید، وقتی که از روی خودش با آن را دمان، آدم علیه السلام پدر ما وقتی که اولین بار چشماش گشود، یکمین کلمه‌ای که به زبانش آورد گفت الحمدلله. الحمدلله کلمه هست که نام پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم داخل همین شامل از همین کلمه است. محمد یعنی در درون همین کلمه حمد است. حمدگو یا که الحمدگو کسی می شود که شخصی متواضع است، شخصی است که راضی از آن چیزی است که پروردگارش می‌آورد. اون چیزی که ما ان شاء الله در سفرمون یا که در خونه‌مون در هر جایی که باشیم، از جمله در این سفر عبادتی که ما همراه داریم، چی مشقت میاد یا که چی جایی میاد که از اون چیز شاید موافق خواهش شما نباشه که در اون چیز شما رو نفوره یا که موافق فروش شما نباشد، هر چیزی که میاد، انسانی که در همون حالت اگر حمد میگوید، برای که اون چیزی در دست ما میاد خالصانه به یگان حیله و مکر و فن خالصانه برای خاطر خدمت شما میکنیم. ما تشکیل کننده یا مؤسس کننده تحت جوابگری اول پیش خداوند، دیم تحت جوابگری ریاست خودمون، در این ریاستی که عضوی ریاستی که ما داریم تحت جوابگری در تحت هوای کوشش میکنیم که به یگان خطاگی برای کسانی که همراه ما سفر هستند خدمتشون بکنیم. جایش میشود شاید که مثال موندشتگی باشیم، به هر حال کوشش میکنیم که خودمون را بداریم تا جای را خدمت شما را بکنیم. اما ما هم انسان هستیم، اگر جایی میشود که خداوند انسان رو در قرآن کسی که ناقص است یا کسی که خام است گفتگی است، برای همین جایی میشود که اگر از جانب ما یگان خامی شود، از جانب شما اگر مورد بخشش یا که مورد چی قرار بگیرد، ان شاء الله این همان